موتورسیکلت‌ها معمولاً وسیله‌های سریع و هیجان انگیز هستند. اما بعضی از اونها اونقدر عجیب طراحی شدن که حتی باور نمی‌کنید واقعاً وجود دارن. از موتوری با موتور خودرویی 10 سیلندر گرفته تا وسیله‌ای که راننده حتی از موتور کوچکتره. و صبر کنید تا آخر ویدیو، چون آخرین مورد عجیب‌ترین موتورسیکلتیه که تا حالا ساخته شده. داج توماهاک. این وسیله بیشتر شبیه یک سلاح آینده نگرانه است تا موتورسیکلت. توماهاک به یک موتور 10 سیلندر وایپر با حجم 8.3 لیتر مجهزه. یعنی قدرتی در حد یک خودروی سوپر اسپورت. عجیب‌ترین بخشش هم چهارچرخ بودنشه. اما نه مثل خودرو. دوچرخ جلو کنار هم و دوچرخ عقب کنار هم قرار گرفتن تا تعادل حفظ بشه. سرعت تئوری این هیولا بیش از 480 کیلومتر بر ساعته. هرچند عملاً هیچ وقت تست واقعی نشده. این موتور بیشتر یک نمایش مهندسی و قدرت نمایی بود تا وسیله‌ای برای استفاده روزمره. اما هنوز هم یکی از عجیب‌ترین موتورسیکلت‌های تاریخ محسوب میشه. یاماها نیکن. در نگاه اول ممکنه فکر کنید با یک وسیله خراب روبرو هستید. اما نیکن عمدن دوچرخ در جلو داره. این طراحی باعث میشه چسبندگی در پیچ‌ها فوق‌العاده بالا بره و راننده احساس امنیت بیشتری داشته باشه، مخصوصاً روی جاده‌های لغزنده. سیستم تعلیق پیچیده جلو به هر دو چرخ اجازه میده مستقل حرکت کنن، چیزی که از نظر مهندسی بسیار پیشرفته محسوب میشه. ظاهرش برای خیلی‌ها عجیب و حتی ترسناکه، اما کسانی که باهاش رانندگی کردن میگن تجربه کاملا متفاوت و هیجان انگیزه. هوندا رایدینگ اسیست موتورسایکل. تصور کنید موتوری که حتی اگر دستتون رو از فرمان بردارید نمیفته. این دقیقاً کاریه که هوندا انجام داد. این موتور با استفاده از فناوری رباتیک میتونه تعادل خودش رو حفظ کنه و حتی با سرعت کم خودش حرکت کنه یا دنبال راننده بیاد. هدف این پروژه کاهش تصادف‌ها و آسان‌تر کردن رانندگی برای افراد تازه کار بود. دیدن موتوری که بدون کمک انسان صاف میسته حس عجیبی ایجاد میکنه. انگار یک وسیله زنده روبروتونه. BMW ویژن نکست 100. این موتور بیشتر شبیه یک اثر هنری متحرکه تا وسیله نقلیه. BMW ادعا کرده در آینده راننده حتی نیازی به کلاه ایمنی نخواهد داشت، چون سیستم‌های هوشمند موتور خطرات رو پیش بینی می‌کنند. بدنه انعطاف‌پذیر، طراحی مینیمال و نبود مفاصل مکانیکی قابل مشاهده باعث شده ظاهرش کاملاً فضایی به نظر برسه. این مدل یک کانسپت از آینده موتورسیکلت هاست. آینده‌ای که در اون انسان و ماشین تقریباً یکی میشن. اگر تا اینجا براتون جالب بوده حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت ها بنویسید کدوم موتور از همه عجیب تره. البته هنوز چند مورد باور نکردنی باقی مونده. کانفدریت G2 P51 کامبت فایتر. این موتور حس یک جنگنده نظامی روی زمین رو منتقل میکنه. بدنه آلومینیومی ماشینکاری شده، پیچ‌های نمایان و طراحی خشن صنعتی باعث شده کاملا متفاوت از موتورسیکلت‌های معمول باشه. موتور ویتوین قدرتمندش صدای عمیق و ترسناک تولید میکنه که با ظاهر تهاجمیش کاملا هماهنگه. تولید محدود و قیمت بسیار بالا هم باعث شده بیشتر شبیه یک شیء کلکسیونی لوکس باشه تا وسیله حمل و نقل. لازارت LM 847. وقتی یک موتور مازراتی V8 داخل یک موتورسیکلت قرار بدید نتیجه همین میشه. LM 847 4 چرخ داره و صدایی تولید میکنه که بیشتر شبیه خودروهای مسابقه‌ایه تا موتور.
طراحی عضلانی و پهن اون باعث میشه بیشتر شبیه یک موجود مکانیکی غول‌پیکر به نظر برسه. این موتور نه برای سرعت رکورد شکن، بلکه برای نمایش قدرت و مهندسی ساخته شده. گانباس 410. و اما عجیبترین مورد لیست، بزرگترین موتورسیکلتی که تا حالا ساخته شده. حجم موتور 6728 سی سی، طول بسیار زیاد و طراحی شبیه لوکوموتیو باعث شده بیشتر شبیه قطار باشه تا موتور. وزن و ابعاد این هیولا اونقدر زیاده که رانندگی باهاش تجربه‌ای کاملا متفاوت محسوب میشه. گیمباس بیشتر یک نمایش قدرت مهندسیه تا وسیله حمل و نقل و دقیقاً به همین دلیل عنوان عجیبترین موتور این لیست رو میگیره. دنیا پر از اختراعات عجیبه و موتورسیکلت ها هم از این قاعده مستثنا نیستن. از مدل های آینده نگرانه تا هیولاهای غول‌پیکر، هر کدوم نشون میدن خلاقیت انسان هیچ محدودیتی نداره. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، حتما ویدیوهای قبلی کانال رو هم ببینید و همینطور ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید.